to the rescue and liberation of us. Thank you. Thank you, Ms. Altikal, for your insightful speech. I would like now to call Mr. Ali Rahimi to read a resolution. I would like now to call Mr. Ali Rahimi to read a resolution in defense of today's demonstration. Please welcome. بسم الله الرحمن الرحیم. خطنامه تظاهرات افغانستانی های مقیم استرالیا به حمایت از جنبش روشنایی. دوستان و هواخواهان عدالت و جنبش روشنایی، ما امروز در اینجا جمع شده ایم تا به صفوف میلیونی هموطنان خود پیوسته و نقاب از چهره حکومتی براندازیم که وحدت و منافع ملی افغانستان را در ترازو تعصب و نفاق به حراج گذاشته است. امروز آمده ایم تا در پیشگاه تاریخ گواهی دهیم که جز برابری و برادری و عدالت چیزی نمیخواهیم. امروز آمده ایم تا سرود روشنایی سر دهیم و همچون برق درخشنده بر قعر تاریکی های سرزمین خود بخروشیم. امروز آمده ایم تا بی‌عدالتی ها و ستم های سیستماتیک و شرم آور را برملا کنیم که از قرنها بدین سو بر مردم ما روا داشته می شود. قلب افغانستان امروز محزون است، محزون از ستم ها و بی‌مهری هایی که بر انسان این سرزمین رفته و می رود، محزون از بی‌عدالتی هایی که در امتداد تاریخ در سینه‌اش دارد. گاهی سلسال و شمامش از شرم فرو می ریزد و گاهی آفتاب روشنایی را از بام نامیش دریغ می دارند. خطه‌ای که روزگار گذرگاه بزرگترین تمدن‌های جهان بود امروز در زندان طبیعت و سیاست محصور است. این درد را به کجا ببریم؟ با کی در میان بگذاریم؟ در دنیایی که همه داد از عدالت، برابری، دموکراسی و انسانیت میزنند، ستم و سیاهی بر هموطنان ما بیداد میکند و آنها هنوز پیوسته در جهنم تبعیض میسوزند. امروز آمده ایم تا در محکمه وجدان عمومی فریاد بزنیم که چگونه جمعی از انسانهای جاهل و بخبر از قانون، از جایگاه مقدس پلیس و حافظان جان و مال مردم، هموطنان ما را به دلیل استفاده از قانونی ترین حقشان که آزادی بیان و آزادی تجمعات است به زعم باطل خیش از سیاهچالها و زنجیرها بهرسانند. ما امروز آمده ایم تا بزرگترین رخداد مدنی برای عدالت خواهی را که دیروز در کابل و دیگر کلان شهرهای افغانستان صورت گرفت حکایت کرده و ثبت تاریخ نماییم. و بالاخره امروز آمده ایم تا خواستهای عدالت طلبانه هموطنان خویش را به شرح ذیل تایید و بر انجام آنها تاکید کنیم. و از شما هموطنان گرامی تقاضا داریم هر بند را که ما میخوانیم اگر موردی تاییدتان بود حتما با چک زدنهایتان تایید کنید. یک، آنچه ما میخواهیم در حد خواست یک بخش افغانستان و یا یک قوم افغانستان قابل تقلیل نیست. ما میخواهیم ساختار سلسله مراتب جامعه در هم شکسته و دیوار پوسیده تبعیض و ستم برای همیشه تاریخ فرو بریزد. ما میخواهیم پشتون و هزاره، ازبک و تاجیک، لورستانی و بلوچ، ایماق و پشه‌ای و سایر اقوام افغانستان
از شرق و غرب و شمال و جنوب و مرکز کشور شهروندان برابر و برادر باشند. خواست ما مبتنی بر عدالت اجتماعی و منافع کلان اقتصادی کل کشور است. دوم، ما می‌خواهیم در افغانستان حکومت مسئول و پاسخگو داشته باشیم تا دیگر مردم افغانستان را در سیاه‌چاله‌های نژادی به جان هم نیندازد. ما از حکومت افغانستان می‌خواهیم که بیش از این با مردمش ستیزه نکند و ستم را جاگزین عدالت کند. از حکومت می‌خواهیم تا چشمش را باز کند و به خواست میلیون‌ها نفر عدالت طلبی که حق مسلم خویش را می‌خواهند پاسخ مثبت دهد. سوم، ما از حکومت افغانستان می‌خواهیم که فیصله ضد ملی مورخ 11 ثور کابینه در مورد تغییر ماستر پلان برق را هرچه زودتر باطل اعلام نماید. و دست از نفاق افکنی برداشته ما بر خواست هموطنان خود تاکید میکنیم که هیچ بدیلی در این رابطه برای ما قابل قبول نیست. نبودن برق را میتوان تحمل کرد، اما تحقیر یک ملت و تبعیض سیستماتیک دیگر قابل تحمل نیست. آنچه برای مردم ما آزار دهنده و رنجاور است حذف یک بخش کشور از یک پروژه ملی است. ما این اقدام را یک خیانت ملی می‌دانیم. ما از افغانستانیم و به حکومت هشدار می‌دهیم که حذف مردم ما از پیکره این کشور و پروژه های ملی پیامدهای جدی تر از آن دارد که حکومت تصور می‌کند. چهار، از حکومت افغانستان می‌خواهیم که ضمن تطبیق ماستر پلان برق مقصرین اصلی انحراف مسیر لیل و تغییر ماستر پلان برق افغانستان را به زودترین فرصت ممکن شناسایی و آنها را به جرم خیانت ملی به پنجه قانون بسپارد. 5. ما به هشدار هموطنان خود به حکومت کابل صیحه می‌گذاریم که در صورت ادامه به اعتنایی به یک ملت و لجاجت در برابر خواست مردم در داخل و خارج کشور با موجهای گسترده تری از خشم و خروش مردم مواجه خواهد شد. موجهایی که با عملکرد غیر مسئولانه حکومت برخاسته و جز با ندامت حکومت فرو نخواهد نشست. جنبش روشنایی اکنون از مرزهای افغانستان فرار رفته و هواداران آن در سر تا سر جهان و از جمله استرالیا آماده یک مبارزه مدنی و دوام دارند. همچنین می‌خواهیم تاکید کنیم که ارجاع دوسیه تغییر ماستر پلان برق به پارلمان افغانستان و یا کمیسیون اختصاصی جز انحراف افکار عمومی و نفاق اندازی میان مردم افغانستان نتیجه و توجیه دیگری ندارد. 7. از جامعه بین المللی، از کشورهای کمک کننده و به خصوص دولت استرالیا می‌خواهیم تا به شعار عدالت، آزادی و دموکراسی در افغانستان متحد بمانند و اجازه ندهند که حکومت افغانستان با پول مالیات مردمشان در افغانستان به نفاق ملی دامن بزند. 8. در پایان خطاب به سران حکومت تاکید می‌کنیم که تلاش شما برای جلوگیری از دمیدن آفتاب عدالت بر بام مردم یک تلاشی بی نتیجه است که جز رسوایی خودتان نتیجه دیگر نخواهد داشت. اکنون زمان آن رسیده است که آفتاب عدالت بردمد و کوی برزن کشور را روشن کند. خطاب به سران حکومت میگوییم که ما پیروز میشویم چون خدا با ماست. ما پیروز میشویم چون عدالت میخواهیم. ما پیروز میشویم چون برادری،
و برابری می‌خواهیم. ما پیروز می‌شویم چون سیر تاریخ به سوی عدالت و آزادی است. زنده باد عدالت، فراگیر باد رواداری، محو باد تبعیض. 17 می 2016 کامبرا، استرالیا. متشکرم. What do we want? What do we want? Justice, justice. What do we want? Justice, justice. What do we want? Justice, justice. No discrimination. Fair distribution. No discrimination. Fair distribution. No discrimination. Fair distribution. دوستان عزیز، نمید از مدیریت مکتب سکول آلفرد دیکن های سکول یک نوتیس آماده که کسایی که در پارکینگ سکول مطرح را پارک کردن لطفاً بین مطرح را جای دیگه انتقال بدن که در the route of Two Top from Bamiyan to Salman. As the central Afghanistan citizens truly fulfill their responsibilities as Afghan citizens, they will contribute to elections, they pay their taxes, and they respect the rights of others. They believe in freedom of speech, they defend the country, but yet the government ignore all this. And Two Top project is one of them. با در قسمت برنامه برادر عزیز ما جناب روح الله قاسمی دعوت میکنیم تا I thank Mr. Abbas Farasu, the charge of the affair of the Afghan embassy, and I would like to call His Excellency, Mr. Abbas Farasu, charge of the affair of the embassy of the Islamic Republic of Afghanistan, to speak to you. خوش آمدید در پیشروی سفارت افغانستان. تشکر از تشریف آوریتان. اما که گونک در جریان هستید، دیروز در کابل تظاهرات بود و امروز در پیشروی سفارت افغانستان شما تشریف آوردید با نماینده های از معترضین محترم در داخل افغانستان با جزئیات صحبت کردیم و آمدیم خدمت شما در بیرون که چند نکته را خدمتتان عرض کنیم. نکته اول، ما به نمایندگی سفارت افغانستان و به نمایندگی حکومت افغانستان از احساس مسئولیتی که در برابر وطن دارید و از احساس مسئولیتی که در برابر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی در افغانستان دارید تشکری و قدردانی می‌کنم و این نشان از تعهد شماست علاقه‌مندی و محبت شما نسبت به افغانستان و نسبت به مردم افغانستان و نسبت به پیشرفت‌هایی که در افغانستان حاصل شود می‌باشد. این جای قدردانی است و این جای افتخار است و صدایتان صدای حکومت مسئولیت دارد که صدایتان گوش بسپارم و به این لحاظ از آمدنتان برابر سفارت افغانستان، پیشروی سفارت افغانستان و بلند کردن صدای اعتراضتان
ما این به عنوان مسئولیت و از جانب شما به عنوان تعهد نسبت به افغانستان و مردم افغانستان تلقی میکنیم و یک بار دیگه از شما تشکر میکنیم. نکته دوم، مسئله سفارت خانه مشترک تمام افغانها در استرالیا است. در برابر خانه مشترک تمام افغانها خوش آمدید و این مسئولیت سفارت است که صدایتان به صورت درست همان گونه که شما میخواهید و مجاری حکومت افغانستان و ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه و ریاست اجراییه انتقال بدید. و ما براتون تعهد میکنیم و وعده میتیم که تمام خواستها و مسائل شما در تحتنامه مطرح کردیم و در سخنرانی‌های دوستان اینجا مطرح شد رو ما به حکومت افغانستان انتقال میتیم و در یک نظام دموکراتیک همون گونه که در بیانیه اخیر جناب معاون رئیس جمهور مطرح شد، در یک نظام دموکراتیک وظیفه دولت است که مردم و نگرانی‌های مردم گوش داده شود و به آنها توجه شود و سفارت افغانستان به شما کاملا اطمینان میده که به صدایتان توجه میشه و صدایتان انتقال پیدا میکنه. این به عنوان به مثابه مسئولیت سفارت و به مثابه مسئولیت حکومت افغانستان است که به صدای شما گوش بسپارد. علاوه بر این، ما به عنوان نماینده حکومت و به عنوان کسی که حکومت افغانستان و مردم افغانستان در این نمایندگی میکنم، برای شخص ما بسیار جای افتخار است که همبستگی ملی در افغانستان و توجه به مسائل سیاسی و داخلی افغانستان نشان میده که جامعه افغانستان در حد بالای از بلوغ سیاسی و بلوغ اجتماعی رسیده. با وجود جنگ‌های تورنده افغانستان، با وجود فشارهایی که بر افغانستان از چهار طرف تحمیل میشه، این جای افتخار است و این جای امیدواری است و شما آینده افغانستان هستید. ما یک بار دیگه از تشریف آوری تمام دوستان در برابر سفارت افغانستان تشکر میکنم. ما صدای اعتراضتان شنیدیم. این نه تنها صدای اعتراض به خاطر یک تصمیم سیاسی، به خاطر یک تصمیم اقتصادی و انکشافی در افغانستان است، از جانب دیگر هر گونه صدای اعتراض دموکراتیک، مدنی و صلح‌آمیز روند شفافیت، حسابدهی، حکومتداری و دولتداری تقویت می‌کند. و به لحاظ به عنوان نماینده حکومت افغانستان ما صدای اعتراض شما را، آمدن شما را فعال نیک میگیریم، یک قدم به پیش میدانیم و یک قدم مثبت است در راستای حکومتداری، در راستای شفافیت، در راستای حفظ کردن دموکراسی، برابری و عدالت در افغانستان. و به لحاظ اخلاقی صدای برابری خواهی، صدای عدالت طلبی کاملا یک صدای قابل دفاع و صدای مشروع است و باید به او گوش سپرده شود و به او تایید شود. تشکر از شما. اقوام با هم برادر، در حق خود برابر. 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 جنبش روشنایی، جنبش ملی. جنبش روشنایی، جنبش ملی. جنبش روشنایی، جنبش ملی. جنبش روشنایی، جنبش ملی. فریادهای عدالت خواهی صدای قومی نیست. 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 اقوام با هم برادر، در حق خود برابر. اقوام با هم برادر، در حق خود برابر. اقوام با هم برادر، در حق خود برابر. بعد از ادامه پیدا میکنه و به طرف پارلمان با تشکر فراوان از عباس فراسو، سرپرست سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان. در مفهوم شهروندی و حقوق آن، این افراد نیستند که تابعی از دولت قرار میگیرند، بلکه دولت تابعی از شهروندان است، مبتنی بر هر تصمیم گیری و خاص آنها باید عمل کنند و در نظام شهروندی دولت وابسته به افراد جامعه است و بر همین مبنا است که حقوق شهروندی جزء اصول و پیشرفت‌های دموکراسی است و امروز ما به جهانیان نشان دادیم که پایبند به دموکراسی هستیم. و در این قسمتی از برنامه از جناب آقای علیزاده دعوت میکنیم که پشت استیج تشریف آورده و سخنرانی بپردازد. تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، افغانستانی های مقیم استرالیا، امروز ما در برابر یکی از خانه های ملت افغانستان جمع شده ایم. ما بارها به این خانه آمده بودیم. ما برای بلند کردن اون پرچمی که میبینید در اینجا آمدیم و برای ساختن سنگ این خانه در اینجا آمده بودیم. ما بارها آمدیم در اینجا تا اعضای محترم سفارت را به مهمانی دعوت کنیم و مهمانی هایشان را بخوریم. آمدیم تا در رابطه با وضعیت مردم خیش در استرالیا صحبت کنیم. بارها و بارها در این خانه آمده بودیم، اما هیچگاه باورمان نمیشد که روزگار گرفتار یک حاکم جابر و ظالم و انسان خودخواه و خودمحور چون اشرف غنی میگردیم که مجبور شویم در پشت دروازه این خانه که خانه ماست به عنوان اعتراض بیاییم. باور نمی کردیم. اما امروز یک پیام بسیار خوبی را در اینجا توانستیم بدهیم و یک پیام بسیار خوبی را هم بگیریم. پیامی را که گرفتیم از اعضای سفارت محترم افغانستان در کانبرا بود. آنها با بازگذاشتن دروازهشان و با حضورشان در جمع ما نشان دادند که هر افغانستانی اشرف غنی نیست. نشان دادند که مثل اشرف غنی بی‌ننگ و بی‌غیرت نیست که در برابر مردم کانتینرها را قطار کند و دیوارهای سیمانی در اطرافش بسازد. فرق این مرد و آن مرد چیست؟ فرق اینهایی که در این سفارت حضور دارند هم اعضای دولت افغانستانند، اعضای حکومت افغانستانند و اشرف غنی خود را سمبل حکومت افغانستان می‌داند و اعصابش خورده است که چرا در برابرش توهین شده است. اما آن مرد نمی‌داند که افغانستان خانه مشترک همه مردم افغانستان است. چه پشتون، چه هزاره، چه تاجیک، چه ازبک، چه پشه‌ای، هر فردی در افغانستان افغانستانی است و اهل افغانستان است و حق دارد در برابر ظلم و ستم هایی که بر این مردم روا داشته می شود در برابر حکومت اعتراض کند. اشرف غنی در مرحله اول رئیس گارد نیوزیونش را مأمور می سازد که به مردم اخطار دهد و بعد در دل شب به شکل بسیار وقیحانه‌ای می رود اطراف کاخش را با دیوارهای سیمانی و با کانتینر احاطه می کند و دیوار می سازد. چقدر مضحک و وقیحانه بود. خبر شدید که فردا وقتی تجاران شهر کابل آمدن که به طرف کار بارشان بروند متوجه شدن که کانتینرهایشان گم شده. این طرف بگرد آن طرف بگرد متوجه شدن که مامورین اشرف غنی کانتینرهایشان را دزدیده در دل شب با تمام مال و اموالش برای آنکه جان حقیرش را به عنوان یک فرد بزدل در برابر مردم حفظ کند. اشرف غنی مگر تو نمیدانستی؟ مگر مردم افغانستان را از قبل تجربه نکرده بودی و نمیدانستی که ما وقتی در آنجا میاییم با سنگ و چوب نمیاییم، با تفنگ نمیاییم، با گل میاییم، با فریاد عدالت خواهی میاییم. و چقدر ترس از ملت در دل یک حاکم نگران کننده است. حلقه‌ای که در اطراف کاخ ایجاد شد سمبل جدایی یک حکومت ستمگر متعصب و
تبعیض آمیز است که میخواهد فاصله اش را از مردم دورتر نماید. اما برادران و خواهران عزیز، امروز ما در اینجا جمع شدیم. درست است که اکثریت ممکن است از یک ناحیه مرکزی افغانستان باشیم، اما من واقعا افتخار میکنم که امروز جنبش روشنایی هم در افغانستان و هم در خارج از کشور، در لندن، در جرمنی، در اتریش و در جای جای دنیا و همچنان در شهر هیرات، در غزنی، در بلخ، در همه جای و از جمله در استرالیا نشان داد جنبش روشنایی مربوط به همه مردم افغانستان است. من از حضور برادر عزیز ما جناب کشتیار واقعا تشکر می کنم و احساس افتخار می کنم که ما امروز به ملت تبدیل شده ایم، ملتی که روشنایی می خواهد. روشنایی چیست؟ روشنایی چیزی است که تاریکی را از بین می برد. تاریکی همون تعصب است، همون تبعیض است و همون ستمگری های حاکمان افغانستان است که بر هیچ قومی رحم نکرده است. حکومت های خاندانی افغانستان پیش از آن که به هزاره ظلم کرده باشد بر پشتون ظلم کرده است. جنبش روشنایی قبل از آن که برای هزاره حق بخواهد برای پشتون حقش را میخواهد. پشتونی که خودش محروم تر از هزاره فقط به خاطر نام چند نفر پشتونی که حکومت را برای خودشان میخواسته است محرومیت کشیده است. ما روشنایی میخواهیم. تاریخ افغانستان شاهد یکی از زیباترین تقابل هاست. چه نمایش زیباتر از این که مردم روشنایی میخواهند، حکومت تاریکی و در بین مردم و حکومت دیوارهای سیمانی و کانتنری برپا می شود. این تقابل مردم با حکومت چه تقابل زیبا و قشنگی است. مردم میگوید نور، حکومت میگوید تاریکی. اما ای پشتون، ای هزاره، ای ازبک، ای تاجیک، ای زن و مرد افغانستانی، ای جوانان افغانستان، ای پیر مردان و پیر زنان افغانستان، درک کنید که دیگر تور تاریکی رفتنی است. چرا؟ برای که دیگر توان حضور در برابر مردم را ندارد. هر کسی که میخواهد و هر موضوعی که میخواهد خود را با دیوارهای سیمانی پنهان کند معنایش مرگش است. مرگ تاریکی فرا رسیده است. روشنایی افغانستان را خواهد گرفت. روشنایی یعنی این که عدالت، روشنایی یعنی این که در آنجا دیگر تبعیض نباشد. هزاره برادر پشتون و پشتون برادر تاجیک و تاجیک برادر ازبک باشد و به زودی چنین خواهد شد. این را به شما و همه همراهانم که امروز در اینجا جمع شده اید نوید میدهم. شما در کابل دیدید مردم با گل رفتن به طرف ارگ با تفنگ در برابر مردم ایستاده شده بود، اما اردوران نمیدانست که فرزندان قهرمان افغانستان تفنگ به دوشان غیور اردو و پلیس ملت وقتی که در برابر مردم قرار گرفت و گلها را در دستهایشان دید، اشکهای چشمشان جاری شد. من هرگز نمیتوانم فراموش کنم خاطره اون سرباز وطن را که گفت وقتی به ما دستور دادن که در حالتی در وضعیت خطرناک باید آماده باشیم، فکر می کردم که امروز با مردم خطرناک روبرو هستیم که باید نمیدانم چه خواهد شد و چند نفر از بین خواهد رفت و می ترسیدم که چند نفر را خواهم کشت. اما وقتی دیدم مردم با گل به طرف من می آید، اشکهایم ریخت و فهمیدم که در پشت این دیوارهای سیاه و ننگین و تاریک ارگ چقدر این صداهای متعصب و
تبعیضگر قرار گرفتند. آره، روشنایی به اینجا استاده نخواهد شد. این را باید اشرف غنی و همراهانش بداند. هر که در پشت این دیوارهای سیاه حکومتی قرار دارد باید بداند که روشنایی جنبشی است که آغاز شده است و این آغاز بود با تبسم و امروز با روشنایی و فردا با روشنگری های بیشتر و بیشتر در افغانستان ادامه خواهد یافت تا روز ادامه خواهد یافت که هر منطقه پشتون، هر منطقه هزاره و هر منطقه تاجیک و ازبک و پشتوی نور باران باشد، گل باران باشد و هر افغانستانی واقعا برابر باشد تا اون روز ادامه خواهد یافت. و من آخرین کلامم را میخواهم از همه شما، از زن و مردی که در اینجا حضور یافتید، از شما تشکر کنم که در یک وضعیت که همه ما از شهرهای بسیار دور آمده اید در اینجا امروز حضور گرم اعم از خواهران و برادران، کودکان، اطفال، این بیانگر چیست؟ بیانگر یک پیام روشن به اشرف غنی و همکارانش است و آن اینکه بیشتر در افغانستان تبعیض وجود نخواهد داشت و به زودی تبعیض نابود خواهد شد. تاریک اندیشی، تبعیض همه از بین خواهد رفت و میخواهیم یک بار دیگر به اشرف غنی بگوییم که تو نمیتوانی با ترفندهایت پشتون را علیه هزاره را علیه تاجیک و تاجیک را علیه پشتون برانگیزی. بودی که در جای جای افغانستان و در جای جای دنیا هزاره و پشتون و ازبک و تاجیک در کنار هم در برابر ستمگری و تبعیض و تاریکی نگفتند و ما این بار نهرا از شهر کامبرا از سرتاسر استرالیا فریاد میکشیم که اشرف غنی بیشتر از این خود را طلای دار تاریکی نساز که نابود خواهی شد، نابود با تاریکی، نابود با تبعیض. پیروز با روشنی و روشنگرایی و ملت روشنخواه افغانستان و السلام علیکم و تشکر از برادر محترم. شعار ماست what we want، شما بگین justice. من میگم تو تاپ شما صدا کنین بامیان. what we want to top. Thanks. Thank you, Mr. Alizada, for your speech. This brings an end to the first section of our demonstration today in front of the embassy. In the second section of the program, we are going in front of the Australian Parliament House to raise our concerns. I will see you all there. Thank you for your patience and thank you for your participation. با تشکر از آقای علیزاده با ارائه سخنان ارزشمندشان. برنامه ما قسمتا اینجا در این قسمت پایان میرسد و قسمت دوم برنامه پیش پارلمان هاوس کانبرا خواهد بود. خب جناب آقای خاوری، شما به عنوان یک از هنرمندا و شخصیت های مطرح در دنیای هنر افغانستان، به نظر شما نتیجه این همه تظاهرات و در کل جنبش روشنایی را در داخل و در خارج نتیجهش را چی می‌بینید؟ نتیجه عرض سلام دارم خدمت شما بیننده عزیز که می‌بینید. نتیجه گرفته شد، همین که نتیجه همین که یک رقص اقتدار و یک رقص مدنیتی را مردم ما نشان دادن. به نظر من بهترین دستاورد همین بود و این که مسئله توتال بیشاله که ختم به خیر خواهد شد، یا ختم به خیر میشه و یا اینکه باید ختم به خیر شد. ولی اینکه نتیجه رو ما گرفتیم از اینکه مدنیت مردم به تصویر کشیده شد، این بزرگترین دستاورد بود برای ما که هر تغییری به نظر من اگر در افغانستان در دنیای مدنیت افغانستان به از طرف مردم ما خواهد بود و اینکه نمونه های بارز در دو تجمع و دو جنبش خیلی ارزشمند دیدیم که به خیر مستدام خواهد بود ان شاء الله. جهان سپاس از خود شما. چی پیامی واقعا چی گفتنی در رابطه با مردم داخل و عملی که اینا دیروز انجام دادن چی دارین شما؟
چه احساسی دارید؟ من واقعا احساساتی شده بودم از اینکه دیدم بسیار هنرمندانه. خیلی از مردم ما را میگن هنرمند و چیزا، اما هنر اصلی من دیروز در مردم دیدم. بسیار هنرمندانه، بسیار با رعایت اصول و چوکات. یک حرکتی بود که در تاریخ افغانستان سابقا نداشت. این گپ من نیست، گپ خیلی از اهالی فرهنگ و سیاست هست که واقعا مانده نباشید درشان میگم که افتخار میکنم که ما این مردم داریم. افتخار میکنم که یک سرباز و خادم این مردم هستم و بسیار جالب و زیبا بود. انشاءالله که همیشه پاینده باشن مردم بیدار ما. جهان تشکر. سلامت باشید. جناب آقای عبدالله یاوری، شما به عنوان مسئول انجمن کاتب هزاره سیدنی استرالیا و یکی از اعضای هزاره فدریشن لطف کنین نظر خود در رابطه با نتیجه تظاهرات دیروز قوم در کابل و نحوه عملکرد تظاهر کنندگان بیان کنین لطفاً. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش روشنایی همچنانی که به نام جنبش روشنایی فعلا در تاریخ و در جهان جای افتاده، اگر از نگاه سمبولیک هم نگاه کنیم، جنبش روشنایی نه جنبش و تلاش و فعالیت مدنی مردم بر علیه ظلمت و ظلمت که هم در حال جامعه ازم حاکمه و هم در تاریخ حاکم بوده. و دیروز جمعیت میلیونی عدالتخواهی که در کابل رفتن و با دسته های گل میخواستن دولت را متوجه مسئولیت ها و وظایف شکنه. متاسفانه که با یک دیوار کانتینری برخورد که دیواری کانتینری در واقع دیوار یک دولت فعلی، البته نمیشه دولت گفت، بهتر بگیم رژیم مستبد فعلی بین خود و مردم کشیده و ما امیدواریم که این دیوار از بین بره و دولت از مردم شنه و مردم از دولت. و همچنین ما به عنوان حامیان جنبش روشنایی، به عنوان انسان‌های که در افغانستان همیشه برای آزادی افغانستان تلاش کردیم، باز هم تلاش می‌کنیم و در کنار تلاش آرزو می‌کنیم که این دیوارها برداشته شنه و روشنایی بر افغانستان حاکم شنه، ذهن‌های تاریک روشن شنه، قلب‌های تاریک روشن شنه، مردم از ما روشن باشه، بامیان روشن باشه و همه افغانستان روشن شنه. تشکر. امروز شما در کجا، در کدام شهر و از چه شهرهای اینجا امروز قوم آمدن و تعداد چند چه حدود تخمین میزنین در این تظاهراتی که به پشتوانی از جنبش روشنایی قوم امروز گرد هم آمدن؟ تشکر. بله، با حمایت از جنبش روشنایی همچنان که در سرتاسر جهان حرکت های حمایت از جنبش روشنایی را افتاده، هزاره های استرالیا هم با یک هماهنگی کامل از تمام شهرها ملبورن، سیدنی، آدلاید همه با هم توافق کردند تا امروز که روز سه شنبه است و فکر می‌کنم تاریخ هم 17 می اینجا جمع شدن که برنامه ساعت 10 از برابر سفارت افغانستان آغاز شد. یک جمعیت بسیار سنگین، شاید بالای 1000 نفر اونجا جمع شدن. یک حرکت واقعا مدنی با شعارهای مدنی از اونجا آغاز شد و خوشبختانه که نماینده های افغانستان که در سفارت هستند دنباله و پیرو رژیم اشرف غنی نشدن و آمدن با مردم اظهار همدردی کردن و ساعت 10 برنامه اونجا آغاز شد و بعدا تا ساعت 1.5 ساعت 2 ساعت اونجا ادامه داشت و فعلا آمدیم در برابر پارلمان استرالیا که اینجا صدای خود بلند کنیم و هدف از در برابر سفارت افغانستان هدف از جمع شدن بود که دولت اشرف غنی را متوجه مسئولیت کنیم و فعلا که در برابر پارلمان استرالیا هم هدف است که استرالیا به عنوان یک کشور دموکراتیک و ما از این کشور دموکراتیک متوسط میدیاها تقاضا می‌کنیم و می‌خواهیم که از افغانستان و از حمایت کنند، اما از سیاست‌های استبدادی و قومی و ضد عادلانه و سیاست‌های تاریک‌گرا و تاریکی‌خواه در افغانستان حمایت نکنند. و جمعیت ما امروز یک جمعیت بسیار سنگینه. تظاهرات واقعاً پرشکوه و مدنی و واقعاً شایستگی زیر داره که بگیم ما آمدیم تا از جنبش روشنایی حمایت کنیم. تشکر. که با این شکوه و عظمت و شکوه و عظمت حماسه انقلاب روشنایی می افزایید. Ladies and gentlemen, it is with tremendous joy
that we are standing in front of the biggest symbol of democracy, Australia's Parliament. And the reason that we have... خانم حوا رضایی نرسیدن هنوز. خب از دوست عزیزمون، از دانشجوی فرهیخته ما جناب آقای علی ظفر، از دانشجویان عادلای که مسیر بسیار احترامات خدمت همه شما. مصاحبه ما به انگلیسی است به خاطر که خواهش شده بود. So once again, thanks to everyone for coming together from around Australia today here. We've all got together for the enlightening movement which has spread across the world and obviously which has started from Afghanistan. Now there's been many valid points raised both here and in front of the Afghan embassy, so I'll keep my speech short. And in regards to the enlightening movement, I believe the main principles that are involved here is the principles of inclusive growth and fairness. For a country to stay united, to move forward, it needs to be united. And to reach that goal, the country needs to have inclusive growth for all its regions. It cannot be discriminated against, and certain regions cannot be prioritized. Otherwise, the nation can never get together as one body. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والسلام على أهلها فبعد عن مولانا علي عليه السلام إن كنتم للنجاة طالبين فارفضوا اللهو والغيبة والزموا الاجتهاد والجده. برادران و خواهران نهایت عزیز و گرامی، مظاهره‌گران با مسئولیت و وظیفه شناس، همه شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و جا دارد که به نمایندگی از شما سلام گرم و صمیمی شما را و احترامات و ادب قلبی شما را برای و هموطنان شما که در جنبش روشنایی در اقصا نقاط افغانستان شرکت کرده اند و دفاع از عدالت و برادری و برابری کرده اند تقدیم کنم و بگوییم که سلام و درود بر شما مادران پیر و پدران پیر، برادران و خواهران که با همه مشکلات، با همه گرفتاری‌هایی که در افغانستان دارید در صحنه آمدید و حضور پیدا کردید. حضور سرنوشت ساز، حضور تاریخ ساز، حضور افتخار آفرین، نه تنها برای مردم خوب افغانستان که برای همه جهانیان. درس مدنیت دادید برای همه جهانیان، درس دفاع از عدالت و برادری و برابری دادید برای همه مردم و همه جهانیان. این را فهماندید که ما اگر در قصبات و قریجات خیلی دور و سخت زندگی میکنیم، اگر در بین سنلاخته های صعب العبور زندگی میکنیم، اما مدنیت ما، فرهنگ شهرنشینی ما، دفاع از آزادی و حقوق و عدالت و برادری و برابری ما مطابق با قرن 21 و دنیای ارتباطات است و درود خداوند بر شما باد. برادران و خواهران،
نکته‌ای را که میخواهم گذرا به آن مقصد داشته باشم و آن این است که همیشه ما عاشق عدالت بوده ایم و همیشه دفاع از عدالت و عدالت خواهان خواهیم کرد. برای اینکه ما ملت افغانستان و مردم افغانستان طعم ظلم و ستم و ستمگری را چشیده ایم و امروز میدانیم که دفاع از عدالت، دفاع از جنبش و انقلاب روشنایی برای ما آنقدر مهم است که همه ما باید تا تحقق آن در اقصا نقاط جهان در صحنه باشیم و تا عدالت به وجود نیامده و تا ظلمگران و ستمگران خسته نشده و به زانونش ننشسته از همه عدالت پیشگان و از همه عدالت خواهان باید دفاع کنیم. و ما میدانیم حساسیت این موضوع از قتل عام‌هایی که در تاریخ افغانستان به وجود آمده است برای ما مهم است و ما روشنایی را و ما برق را و ما زندگی با رفاه و آسایش را در نقصان نقاط افغانستان برای همه شهروندان افغانی من در هر گوشه و کناری که هستند، اگر در دورترین قصبات و قریجات بدخشان زندگی میکنن، اگر در نورستان و کنر زندگی میکنن، اگر در دایکندی و ورس و پنجاب و بامیان زندگی میکنن، برای همه آنها میخواهیم و هم صدا با مردم افغانستان از هر قومی که هستند، از هر قبیله‌ای که هستند و از هر ملیتی که هستند، با هر زبانی که صحبت میکنن، همه ما فقط از عدالت دفاع میکنیم. برادری را میخواهیم بنیان بگذاریم، برابری را میخواهیم بنیان بگذاریم، میخواهیم کاخ ظلم و ستم و استبداد را ویران کنیم و میخواهیم our demonstration. Resolution of Australia-wide in support of the enlightening movement, a civil rights struggle for justice. Dear friends and supporters of the enlightening movement, we are here today to join tens of thousands of our people unmasking the most corrupt government that is ignoring and even sacrificing national interests for their political and racial purposes. We are here to protest against corrupt injustice and discrimination in service provision and allocation of resources and development projects. We are here to re-emphasize that still ongoing discrimination and systematic oppression against our people exist and it's continuing. In spite of the presence of the international forces in Afghanistan, sacrificing thousands of lives from Afghan international forces, including Australian armed forces, and allocation of billions of dollars of fund and in the country, Afghanistan is still the most dangerous, risky, and corrupt place in the world. Our people in the central region of the country have been totally deprived and disadvantaged from accessing to services, resources, and any kind of infrastructure project, including roads, hospitals, and schools. Latest example is the Afghan government's controversial decision about the 500 kilovolt transmission power line known as the Two Top project. The Afghan government insists on implementing this line through the Solang region, while the Fikhnar Group, an internationally recognized engineering and consulting company that developed Afghanistan's energy master plan, concluded that this line should be implemented through Bamiyan Wardak provinces, as it is the best and the safest route for this project. Furthermore, the report emphasizes that the central Afghanistan, as well as supplying energy to the most underdeveloped region of the country. Due to the political and racial discrimination amongst the Afghan government, the plan has been changed in spite of protest by some members of the parliament
tens of thousands of protesters, and the civil society groups. Unfortunately, the Afghan government has decided not to listen and attend to the people's concern. Hundreds of thousands of people were marched in protest in Kabul, many other cities in Afghanistan, and countries around the world, including Australia. Today, we join our sisters and brothers asking and insisting the following demands. Our following demands should not be considered limited or for a particular or social ethnic group. We want that the level of social caste due to race, religious, and language affiliation be demolished and the ongoing blackmail and totalitarianism ended. We demand Pashtun, Hazara, Uzbek, Tajik, Nuristani, Baloch, Aimaq, Pashai, and other ethnic group of Afghanistan from anywhere of the country to be equal citizens and brothers to each other. Our demands are in accordance to social justice and our national interest. We demand that Afghanistan government must be accountable for its action and responsible against its citizens, and we ask the government to listen to the millions of its citizens that are seeking justice and fairness. We demand that the Afghan government demolish its discriminatory decision made on 30th of April 2016 in relation to politically changing the master plan of energy and stop disunity among the Afghan people. We re-emphasize demands of our people in Afghanistan and that no other alternative or solution to the master plan of energy is acceptable to us. Changing master plan of energy is not only disadvantaging our people in the central area of the country, but also it's humiliating millions of people, and we cannot tolerate it further humiliation. It is very painful. It is very painful to deprive part of the country from national development and project due to political and racial discrimination. We demand that the Afghan government, in addition to implementation of the TOTOP project, according to Master Plan of Energy of Afghanistan, which had been designed by Fakhner Company, must also identify these perpetrators who deliberately and politically changed the plan and causing disunity and mistrust among the Afghan citizens. We want the Afghan government not to continue ignoring concerns of the millions of our people. It will infuriate millions of people, and the government will face increasing protest within the country and worldwide. The enlightening movement is traveling around the globe, including Australia, and it will be continuing struggle until the government is ready to listen to its citizens. Also, we want to add that referring the matter to the parliament or particular commission is only designed for purpose of wasting time, causing disunity among Afghan people, and misleading. We appeal to international society, countries that are generously funding projects in Afghanistan, including Australia, to preserve values such as justice, freedom, and democracy, and do not allow the Afghan government to use their taxpayers' money for purposes of provoking disunity amongst the Afghan citizens. Eventually, we invite President Ashraf Ghani and Chief Executive Abdullah to, instead of isolating themselves within their palaces, to join the millions of people who care for the interest and the unity of the country before it becomes too late. Undoubtedly, people will win, justice will win, and the enlightening movement will win. Viva justice! Viva justice! ازا یک بار دیگه هم شعارا را خوب بلند جواب بگین. درست؟ من به شما میگم what we want from Afghan government. شما در جواب what we want from Afghan government. Justice, justice. What do we want from Afghan government? Justice, justice. این بار من میگم تو تاپ شما در جواب میگین وردک بامیان. تو تاپ وردک بامیان. تو تاپ وردک
بار ما به شما میگم equal development و شما در جواب میگین for all. Equal development. لطفاً دوبار بگوین. Equal development. Equal development. Equal development. باز میگم تو تاپ شما در جواب بگین وردک بامیان. وردک بامیان. تو تاپ وردک بامیان. تو تاپ وردک بامیان. تو تاپ وردک بامیان. تشکر. به نام خدا، خدای دادگر و عادل، خدایی که عدالت را دوست دارد و برای اقامه آن هزاران سفیر و هزاران پیامبر ارسال کرده است تا عدالت را، قسط را و دادگری را بر روی زمین حاکم کند. عدالت بزرگترین گمشده انسان است. بزرگترین تلاش های مدام و نفسگیر انسان برای عدالت بوده است و در تاریخ معاصر ما رهبران بزرگ چون ماندلا، گاندی، مارتین لوتر کینگ، مزاری و بقیه رهبران بلند و سرفراز انسانی برای عدالت رزمیدن، ایستادن و حتی جانشان را در این بستر فدا کردند. امروز مردم ما در افغانستان به صورت میلیونی فریادشان را برای عدالت، برای دادخواهی، برای برابری بلند کردند. به صورت بسیار مدنی، انسانی و مسالمت آمیز. باید خاطر نشان بسازیم که مردم ما به عنوان جزوی از نظام فعلی و حاکم در افغانستان صدایشان را بلند کردند. گل به برچه سربازان ماندن، محیط زیست را پاک کردند، کوچه ها را از آلایش ها و پلشتی ها پاک نمودند. امروز شما مردان و زنان از هزاران کیلومتر از ایالات مختلف استرالیا اینجا جمع شدین تا صدای مردم ما را که صدای تاریخی ماست، صدای داد از بیدادگری است، صدای عدالت و انصاف است، همچنان اکو کنیم، منعکس بدهیم و به تاریخ و فردا پژواک کنیم. ما امروز اینجا هستیم تا هم صدا با همه برادران و خواهرانمان، اعم از هزاره، پشتون، تاجیک، ازبند، پشه‌ای و همه اقوام ساکن در افغانستان عدالت را فریاد بکنیم. همونطور که رهبران شورای عمومی و عالی مردمی فریاد کردند، این اعتراض قومی نیست، اعتراض سیاسی نیست، این اعتراض انسانی است که برای عدالت، برای داد و برای انصاف از شروع تاریخ رزمیدند. شما صدای رهبران بزرگ چون ماندلا و گاندی را فریاد کردید. ما صدای شهدایمان را فریاد می کنیم. تبعیض، بیعدالتی بس است و همه اقوام افغانستان مستحقن که برادروار در این سرزمین زندگی بکنن و از همه منابع، امکانات و مزایای آن به تساوی برخوردار شوند. ما امروز اینجا هستیم تا اعلان بکنیم مردم ما هوشیارند، مردم ما دسیسه ها را میخوانند، مردم ما توطئه های پشت پرده را به شدت و خوبی و زیبایی تحلیل میکنند. ما امروز اینجا آمدیم تا یک نکته بسیار کلیدی را بدانیم و اون اینه که تحول بسیار چشمگیر در تاریخ مردم افغانستان به وجود آمده و اون اینه که امروز مردم از تمام رهبرای سیاسی افغانستان پیش افتادن و اینهایند که زعیم جریان جنبش روشنایی است. ما امروز به عنوان اتباع افغانستان، به عنوان کسانی که به نظام حاکم در افغانستان وفاداریم و دل ما میسوزه، ما این نظام را میخواهیم. دعوت میکنیم از آقای غنی به عنوان رئیس جمهور منتخب، از آقای عبدالله به عنوان رئیس کمیسیون اجرایی
دولت متحد افغانستان شما بیایین رهبران فاتح جنبش روشنایی باشین. از میان کاخهایی که با کانتینرها محاصره کردین و خود را منزوی ساختین بیرون بیایید، در قلب مردم بیایید. صدای روشنایی صدای دفاع از عدالت است و این صدا صدای تاریخ است، صدای رهبران است، صدای پیامبران است و صدای خداوند است. برای اینکه ظلم بزرگترین درد تاریخی است. در هر جایی که ظلم است فقر است، حرمان است، بیدادگری است، تباهی است. کاش امروز فقط هزاره قربانی تبعیض می بود. کاش ما امروز برادران پشتون مرفه و آباد می داشتیم. کاش ما امروز برادران تاجیک بیغم می داشتیم. کاش ما امروز ازبک آباد و خوشحال می داشتیم. تمام اتباع افغانستان در این جهنم می سوزد و از رنج و تبعیض قربانی می شود. و ما امروز صدای ما صدای بامیان نیست، صدای ما صدای هزارجات نیست، صدای تمام مناطق محروم افغانستان است که در تمام پروژه های انکشافی محروم بودن و اونها را فراموش کردن و اینک که یک پروژه علمی و تکنیکی و ماندگار قرار است در یک مسیر سالم پر منفعت و ماندگار کشیده شود، دستهای پیدا و پنهان در درون دولتی که به انتخاب مردم سر کار آمده، در پشت پرده نظامی که با حمایت مردم سر پای استاده است، می آیند توطئه می کنند تا این پروژه ملی را منحرف کنند. به هوش باشند. این مردمند که تمام جریان ها را به خوبی، به زیبایی و با همه حق و مدارا تحلیل می کنند و به پای آن ایستادند. صدا تنها صدای کابل نیست، صدا تنها صدای بامیان نیست، صدا تنها صدای بلخ و غزنه و هرات نیست، صدای دنیاست، صدای کانبرا، صدای لندن، صدای ویانا، صدای کانادا و آمریکا و همه جای دنیاست. و ما امروز آمدیم تا با برادران و خواهران خود، با اون مادر قد خمیده‌ای که با یک همت بلند انسانی خیابان‌های کابل را زیر پای مردانش لرزاند، اعلان بکنیم مادر، خواهر، هموطن، ما با توییم و صدایت را تا فردای تاریخ بدرقه خواهیم کرد. ما مرگ نمیگوییم، درد نمیگوییم، نابودی نمیخواهیم. برای اینکه 10 سال است در سایه این شعارها همدیگر را کشتیم. ما آبادانی میخواهیم، ما حیات میخواهیم، ما شکوه میخواهیم، ما عظمت میخواهیم، ما سرکهای خود را گلستان میخواهیم، عسکران خود را سربلند میخواهیم و وطن خود را پاک و آباد میخواهیم. ما میخواهیم حلقاتی که در درون نظام است، حلقاتی که هنوز با دماغ خدعه و نیرنگ، با دماغ فتنه و تکبر زندگی میکنن و هنوز در اون خواب رویاییشان است که میتوانند با برچه، با ظلم و با ستم صدای عدالت و انصاف را در گلو خفه کنه، بیدار کنیم که به هوش باش، از خواب تاریخیت بلند شو. اینک اون روزگارانی نیست که مردم را به عنوان جوالی در پس کوچه ها پنهان کنین و از حقوقشان محروم کنید. انسان آزاده امروز انسانیان که گردنشان را نمیخواهند در برابر هر نوع یوغ خم کنند و در برابر هر نوع ستم تمکین کنند. و مهمتر از همه، ما آوارگان دردمند هستیم که از ستم زخم دیدیم. ما آوارگان رنج دیده هستیم که هر یک خاطرات دردناک از تبعیض و بیعدالتی داریم. دل ما برای
قدم به قدم و وجب به وجد وطن ما شرح است و می سوزد و اینک نمی خواهیم قربانیان دیگری مثل ما در کوچه پس کوچه های کشورهای بیگانه آواره باشد. پس بنابراین وطن را جای برای زندگی برای تمامی اتباع افغانستان قرار بدهیم، بسازیم و آباد کنیم. و در کانبرا از دولت استرالیا به عنوان یکی از کشورهایی که سخاوتمندانه برای استقرار صلح و آرامش، مبارزه با دهشت افغانی و تروریسم، مبارزه با کشتار و دیکتاتوری قربانی داده و میلیون ها دلار در اونجا هدیه کردند و کمک کردند. ده ها سربازان سربلند این وطن در اونجا خون دادن. انتظار داریم که برای مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی، برای مبارزه با حق‌کشی و بیدادگری، با صدای مردم ما که صدای عدالت است، صدای انسانیت است و صدای صلح است، همراه شوند. و ما به عنوان شهروندان استرالیا که استرالیا را خانه دوم خود می‌دانیم و برای تمام پروژه های بیرون مرزی استرالیا سهم داریم، تکس میدهیم، مالیات میدهیم، انتظار داریم پولهایی را که ما به دولت میدهیم به عنوان تکس، این پولها صرف کراپشن، صرف فساد، صرف تبعیض و صرف توسعه ظلم بیدادگری در رژیم اشرف غنی نشود. از جایگاه ریاست فدراسیون هزاره های استرالیا امروز سرم را به پای قدم های تک تک شما میمانم. از شما خواهر و برادری که هزاران کیلومتر راه را پیمودین آمدین تا صدای مردمتان را در اینجا فریاد بکنید سپاسگزارم. تشکر خواهر، تشکر برادر. درد انسانی شما، احساس انسانی شما، درک تاریخی شما برای ما، برای مردمتان در افغانستان قابل قدر است. و میدانیم روز کاری روز سختی است برای تک تک شما. روز مدرسه، روز دانشگاه، همه کرسی دانشگاه و کار و زندگی را رها کردین، آمدین تا صدای مردمتان را در پای تخت استرالیا بدرقه کنیم. میخواهم از زبان شما به مردمتان در کابل و جای جای دیگر بگویم که ما در صحنه ایم، ما میمانیم و منتظریم تا دولت افغانستان به صدای شما، صدای انسانی شما پاسخ مثبت بدهد. و با خوشبینی تصمیم رئیس جمهور را در مورد کمیسیونی که به وجود آورده و تحقیقی که شروع کرده نگاه میکنیم و منتظر میمانیم. و ما هنوز امید داریم که دولت افغانستان سر عقل بیاید. هنوز امید داریم که نظام سیاسی افغانستان که عمرش به پای شما مردم، به پنجه های قدرتمند شما مردم گره خورده است، سر عقل بیاید و خود را از حصار آهن کانتینر بیرون بکند، در جمع شما بیاید و اعلان بکند که پروژه توتاب پروژه ملی میماند، از قلب هزارستان مرکزی و وردک میگذرد و خانه های پشتون و هزاره و ازبک و تاجیک را مشترکاً و یک رواخت روشن خواهد کرد. با امید آن روز و با همه امید و با همه اشتیاق و صمیم دلم آرزو می کنم وطن ما، وطن سربلند ما، وطنی که روزگار در اونجا علم و دانش و فرهنگ زبان زد عام و خاص بود، وطنی که غزنه و هرات و بلخش بامهای بلندآوازه فرهنگ دنیا بود، همچنان در دنیا پر افتخار، پر شکوه، آباد بماند و برای مردمش خانه امن و آباد شود. تشکر از حضور تک تکشون. In contrast between Australian police and Afghanistan's police.
I would like to say thank you to the Australian government, particularly to Australian police, for taking and arranging security and a very safe passage for our today's protest. In contrast, Afghanistan's police was threatened our people in Kabul that maybe your leader would be jailed, persecuted because of their leadership for organizing such a peaceful protest. But here, Australian police is faithfully cooperating with each of us to have a peaceful and safe protest and raising our concern. On behalf of all people here, on behalf of very much to the Australian police for assisting our people to raise their concern and share the wishes with our people back in Afghanistan. We are proud that we are citizens of Australia, we are residents of Australia, and we are breathing in a very unique multicultural society. Thanks to the Australian people. Viva Australia! به نام خداوند دانا و دادگر. ای هموطن برخیز طوطاب را بهانه کنیم، این ظالمان روزگار را رسوای زمانه کنیم. تا چند بسته به زنجیر کین به سر بریم، به پاش بشکنیم زنجیر و آهنگ آزادی زمزمه کنیم. تو بشنو طبیب من و من شوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام بر ارواح مطهر شهدای اسلام، سلام بر رهبر فقیدش و شهیدمان، شهید وحدت ملی استاد مزاری. خواهران و برادران، السلام علیکم و رحمت الله. با توجه به ضیق وقت، ضمن عرض تبریک اعیاد شعبانیه، با توجه به محدودیت زمان مطالب را بسیار مختصر و فشرده خدمت شما عزیزان پیرامون شرایط کنونی و حضور شکوهمند و ارزشمند مردم آزاده و متحد عرض می کنم. هموطنان گرامی، مردم ما که در طول سالیان متمادی ظلم، تبعیض، نابرابری توسط حکومت‌های گذشته و فعلی را تجربه کرده اند و بی‌عدالتی را با گوشت و پوست و استخوان خیش تجربه نموده و لمس نموده اند، تا هنوز از پای نایستاده اند، بلکه مقاومتر و متحدتر، همراه و همگام با یکدیگر برای احقاق حقوق از دست رفته خیش مبارزه و نمودند و ما شاهد عظمت آن در حرکت‌های مدنی باشکوه در کابل و ولایات مختلف افغانستان و کشورهای دیگر چون لندن و همچنین امروز در اینجا مشاهده می‌کنیم و این یک آغاز هست و یک جوشش. از جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده افغانستان، خصوصا کشور استرالیا، ضمن تقدیر و تشکر و قدردانی خواهان ادامه حمایت آنان بوده و تقاضامندیم برای انکشاف متوازن و ترقی افغانستان را کمک نموده و از تطبیق عادلانه کمک ها نظارت جدی داشته باشند. هر ملتی که از درک و آگاهی سیاسی و اجتماعی و احساس دوستی داشته باشد می تواند افتخار همگام بودن و همراه بودن با مردمش را داشته باشد. سعدی می فرماید چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار.
لازم است ضمن تبریک و سپاسگزاری به اتحاد و همبستگی مردم از اقوام مختلف، شما منادیان حق خواهی، شما روشن فکران و شخصیت‌های دلسوز و همچنین عرض تبریک و تشکر از زحمات خستگی ناپذیر مسئولین و انسجام دهنده های این جوشش و خروش بزرگ، از همدلی درونی حرکت متحد هزارها در این بره از زمان برای قیام علیه بی‌عدالتی تبریک. Yesterday, history was made. Yesterday, hundreds of thousands of pacifists and justice-seeking souls filled with profound indignation took to the streets of Kabul to stand in resolute against the egregious racialist discrimination manifested by the National Unity Government of Afghanistan. Egalitarianism is the tenet of every democratic and pluralistic society. This very principle is enshrined in the Constitution of Afghanistan. It is in this very momentous decree where it states, any kind of discrimination and distinction between citizens of Afghanistan shall be forbidden. And yet the conduct of this administration, it seems, is the antithesis of this declaration. The National Unity Government proved the impartiality and equality were but nominal in practice when they rerouted the implementation of 500 kilowatt mega power project from Bamyan and Maidan Wardak provinces to Salang, notwithstanding the 2012 master plan prepared by the eminent consultancy firm Fichner Engineering Company. We have thus gathered here today people coming from all over Australia in front of the Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan in the Australian Parliament to announce our solidarity with the Enlightenment movement in the demand for their constitutional rights. We condemn the government's blatant discrimination and flagrant violation of its constitutional responsibility. Today we demand the ration of equality that is so overdue. We demand equal consideration, equal citizenship, and equal human dignity. Not more, not less. And we should not settle for an Irstad's substitute. Thank you.